زحمت بکش به خانم خورشیدی که بیاد داخل اتاق. چرا باید اینجوری بشه که من شب بکشن اینجا بگم مثلا چرا برن دستان اینقدر خطر رفته؟ همه رگه داره. آره دیگه مگه روان چرنگیه؟ دائم کنترل میکنی. الان وایس دکتر رو نگاه کن، گوش کن. سلام، مرسی که تا این موقع شب سر کار هستی تا من زندگی راحتی داشته باشم. لطفاً بیشتر مراقب خودت باش. شاید تا حالا بهت نگفته باشم ولی عاشقتم. سختی های زیادی تحمل کردی، مستاجری، نداری‌های من ساختی، کنارم بودی. ببخشید اگه مشقامو دیر نوشتم. ممنون بابت غذاهای خوشمزه‌ای که برام درست میکنی. دوست دارم و خیلی روزت مبارک. تهران جان ما روزت مبارک. بدون تو نفس نمیکشم، از دلم که دست نمیکشم، مثل تنهایی فانوسای دریایی تو موج میشم. تو تموم خواسته منی، مثل برف همیشه روشنی، حرفامو میشنوی و